من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح تکذیب کرد پیامبران را. قبلا خواندیم یک پیغمبر را تکذیب کردن گویا همه را تکذیب کردن است. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. زمانی که برادرشان نوح به آنان گفت آیا نمی ترسید الا تتقون عبادت غیر الله، عبادت غیر خدا نمی ترسید. انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. من رسول امینی هستم برای شما از طرف الله عزوجل، پس از الله بترسید و مرا اطاعت کنید. و ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. بر این توحید هیچ مزدی هیچ پاداشی از شما سؤال نمی کنم، چون که اجر من پاداش من نیست مگر بر رب العالمین است. فاتقوا الله و اطیعون. پس قوم من از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید، اون چی که من میگم انجام بدید. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. قوم گفتن آیا ما به تو ایمان بیاوریم، تو را قبول کنیم در حالی که تابعان شما پیروان شما ارذلونند، انسانهای پست، انسانهای بی ارزش، لذا همه فقرا هستند، ناداران هستند، ما چطور اشراف بیاییم از شما پیروی کنیم؟ نوح علیه السلام در جواب گفتم قال و ما علمی بما كانوا یعملون. علم من چی هست به آنچه که اونها عمل میکنند؟ منظور چی؟ یعنی من از اعمال اونها چه خبر دارم؟ اعمال باطنی یا ایمان باطنی اونها. این حسابهم الا علی ربی لو تشعرون. حساب بر خداست، من چی میدانم؟ من که به ظاهر نگاه میکنم، در ظاهر نه انسانهای خوبی هستند، در باطن هر چی باشند. منظور اینه که ببینید و ما علمی بما كانوا یعملون، یک احتمال همینه که اینها واتبعک الارذلون. ارذلون یک احتمال اینه که ارذل و پایین از نظر فقر، از نظر مالی. اما یک دلیل یک احتمال دیگه اینه که ارذلون از نظر چی؟ از نظر ایمان، یعنی اونا درنگن، منافقن، پیروان تو. نوح علیه السلام میگه من به ظاهر نگاه میکنم، از باطن چه خبر دارم؟ اینجا علامه آلوسی نوشته و حاصله و ما وظیفتی الا اعتبار الظواهر. خلاصش اینه که وظیفه من نیست مگر اینکه به ظاهر اعتبار کنم، دون الشق عن القلوب و التفتیش اما فی السرائر. کار من نیست که دلها را بشکافم و از اسرار تفتیش کنم که چی کاره هستند.
اگر اینها مخلص نباشند هم به من ضرر که نیست. فما یضرنی عدم اخلاصهم فی ایمانهم کما تزعمون. اخلاصشان در ایمان، عدم اخلاص به من ضرری نمیرسانه به خودش. پس در این صورتی که علامه آلوسی این عبارت و این تفسیر را آورده، مراد از ارذلون چی هست؟ منافقین. نوح علیه السلام گفت و ما علمی بما کانوا یعملون، من چی میدانم از آنچه که اونها عمل میکنند. ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، نیست حساب من مگر بر ربم هست اگر بدانید. اما اینکه شما انتظار دارید من اینها را طرد کنم، نخیر. و ما انا بطارد المؤمنین، من طرد کننده مؤمنان نیستم. ان انا الا نذیر مبین، چون وظیفه من اون نیست، من نیستم مگر نذیر آشکار هستم، می ترسانم از عذاب خدا آشکارا. لذا من حرف شما گوش نمی کنم. حال نوح علیه السلام را تهدید کردن. قالوا لئن لم تنتهی یا نوح لتکونن من المرجومین، اگر باز نیایی از این تبلیغ، از سب خدایان ما ای نوح، از مرجومین میشی، از کسانی که سنگسار میشی. قال رب ان قومی کذبون. قال مناجات نوح و بیان سبب عذاب. قال رب ان قومی کذبون، بار الها همانا قوم مرا تکذیب کرد. فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون. الله بیان می فرماید عذاب را ما نجات دادیم نوح را و کسانی که بانو بودن در اون کشتی که پر بود، یعنی پر از انسان و حیوان. ثم اغرقنا بعد الباقین، بعد از اون بقیه را غرق کردیم. همانا در این داستان آیه و درس هست، عبرت هست، اما اکثر مردم ایمان نمی آورند و همانا در این الله عزوجل عزیز الرحیم است. کذبت عاد المرسلین. خب همه مضامین این داستانهای انبیاء مثل هم هستند، تکراری شد. کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. برادرشان هود گفت آیا نمی ترسید از عبادت غیر الله؟ انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. رسول امین هستم، در امانت من حق امانت را ادا می کنم. و ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. از خدا بترسید و مرا اطاعت بکنید و من هم اجری نمی طلبم، اجر من بر رب العالمین است. اتبنون بكل ذیع آیه تعبثون. یکی از عادات قوم این بود، قوم حضرت هود علیه السلام. اینا برج‌های درست می‌کردن، برج‌های سر به فلک کشیده. نیازی هم نبود به این برج‌ها. این برج‌ها را درست می‌کردن، در واقع نوعی با هم دیگر رقابت داشتند. او میگفت برج من بلندتر بشه، او میگفت برج من. پس هدفشان استفاده کردن هم نبود. حضرت هود میگه اتبنون بكل ریع آیه تعبثون. آیا شما بنا میکنید در هر بلندی، یه جای بلندی، تپه چیزی، آیه تعبثون، علامتی که تعبثون یعنی وقتتون را ضایع میکنید. منظور از این علامت چی هست؟ برج برافراشته. و تتخذون مصانع، از یک طرف شما برای خودتون کاخهای میبندید. مصانع اینجا به معنی کاخ هست، قصر است، که لعلکم تخلدون، طوری میسازید گوی همیشه در اینجا شما زندگی میکنید، ساکن هستید. و اذا بطشتم جبارین. اینم اثر تکبر شماست که وقتی که از کسی انتقام میگیرید، کسی را میگیرید، سخت میگیرید. جبارین در حالی اون را میگیرید که بر او قهر دارید، غلبه و تسلط دارید. فاتقوا الله و اطیعون، از خدا بترسید و من پیغمبر را اطاعت کنید. واتقوا الذی امدکم بما تعلمون،
از اون ذاتی بترسید که شما را کمک کرد به اونچه که شما میدانید، چه نعمتهایی به شما داد، چه نعمتهایی برای شما فراهم کرد. امدکم بانعام و بنین، شما را کمک کرد، یاری کرد با چارپایان و با اولاد، و جنات و عیون، باغات و چشمزارها. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ترهیب است. ای قوم، من میترسم از عذاب روز بس بزرگ برای شما. قالوا سواء علینا، قوم چی گفتند؟ ای هود، برابر است. او وعظت ام لم تکن من الواعظین، چه ما را وعظ بکن چه ما را وعظ نکن، ما که از مسیر خودمان بر نمیگردیم. چرا؟ ان هذا الا خلق الاولین، این نیست مگر خلق اولین، عادت و اخلاق پیشینیان ما هست، ما از عادت و اخلاق اونها بر نمیگردیم. ببینید الا خلق الاولین دو تفسیر داره. عادت پیشینیان هست یعنی چه؟ این دو معنی داره، دو احتمال داره. یکی این که تو بر ما اعتراض میکنی که چرا محلات عالی شأن درست میکنیم، برجهای برافراشته درست میکنیم، لذا کاخ و قصر ساختن، برج و سکو درست کردن، اینها را درست کردن یادگار گذشتگان ما هست، عادت گذشتگان ما هست. ما هم تابع اونها هستیم، ما دست نمی کشیم، ما ادامه می دهیم، یعنی ما درست می کنیم این کار را و ما از این چیزی که شما میگید دست نمی کشیم، ما به طبع اونها این کار را انجام می دهیم. این تفسیر اول خلق الاولین است. یعنی تو که ما را میگی ساختمان سازی و برج سازی نکنیم، نه خیر، ما ادامه می دهیم. اما تفسیر دوم خلق الاولین این است که این مواعظی که شما برای ما بیان میکنید، توحید بیان میکنید، این چیزی جدیدی نیست. پدران ما هم همین دین ما را داشتند، افرادی مثل شما آمدند اونها را موعظه کردند، راهنمایی کردند، گفتند دست بکشید. اما پدران ما چیکار کردند؟ بر دین خودشون استقامت کردند. پدران ما بر دین خودشان استقامت کردند. ما هم پس مثل همونها چیکار میکنیم؟ استقامت میکنیم. پس از ما انتظار داشته نباش ای هود که ما از دین آبایی و اجدادی دست بکشیم. بنابراین ان هذا الا خلق الاولین بر اساس گفته امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر همین دو تفسیر است که عرض کردیم. خب و ما نحن بمعذبین، این که تو بگی که ما روز قیامت معذب میشیم، به عذاب میافتیم، خیر، چنین چیزی نیست. الله می فرماید فکذبوه فاهلکناهم، آنان هود را تکذیب کردند، ما هلاکشان کردیم. این نتیجه تکذیب است. خب چه هلاک کردیم؟ در سوره هود به تفصیل شما خواندید. ان فی ذلک لآیة وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم. در این واقع و داستان آیت هست، عبرت هست، درس هست. کذب ثمود المرسلین، این دلیل نقلی پنجم است از قوم ثمود، از قوم سیدنا صالح علیه السلام. اذ قال لهم، که خواندیم در سوره حجر، هم اینها در حجر بودند. ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون. ای قوم، چرا از خدا نمی ترسید؟ چرا از عبادت غیر الله نمی ترسید؟ من رسول امین الله هستم، در پیام رسانی امانت را رعایت می کنم. فاتقوا الله واطیعون.
وما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. انبیاء اصولشون یکی هست که چی؟ بماند حتی تبلیغشون هم یکی هست. همه کلماتی هست که انبیاء گذشته هم بکار بردن. اتترکون فیما هاهنا آمنین. حضرت صالح تزهید من الدنیا بیان می فرماید. آیا شما رها می شوید در همین دنیا آمنین؟ آمنین حال است از نائب فاعل تترکون، یعنی رها می شوید در حال ایمن، در حالی که شما بیغم باشید، هیچ که با شما کار ندارد. فی جنات و عیون، در همین باغات، در همین چشمزارها، و زروع و طلع و نخل طلعها هضیم، در کشتزارها و نخل خرماهایی که طلع آن و خوشه آن بسیار لطیف و با تراوت است. طلع عرض کنم که اونی که از مغزی که از وسط نخل خرما میگیرند چقدر لطیف است، چقدر تر و تازه است، چقدر با تراوت است. شما اونها را بگیرید و همیشه بخورید، استفاده کنید و تو کوها زندگی کنید، کوها را بتراشید، برای خودتون خانه درست کنید. کار شما همین، هیچ که با شما کار ندارد. و تنحتون من الجبال بیوتا فارهین، شما بتراشید از کوها برای خودتان خانه هایی که فارهین به معنی عشیرین، بطرین، در حال غرور، در حال تکبر. فاتقوا الله و اطیعون، پس ای قوم از خدا بترسید، مرا اطاعت کنید. ولا تطیعوا امر المسرفین، امر مسرفین و مشرکین را اطاعت نکنید. مسرفین یعنی بزرگان خودتون را، کبرای خودتون را. علامه اندلسی در تفسیر کبیر، در تفسیر بحر المحیط، تفسیر مسرفین نوشته والمسرفون هم کبراؤهم و اعلامهم فی الکفر. مسرفون کبرای اونها را میگند، سرکرده های آنها در کفر و اضلال. ما خواندیم قبلا که وکانوا 9 رهط یفسدون فی الارض، 9 تا اوباش بودند، 9 تا گردن بگیر بودند که همه از اونها می ترسیدند، هرچی اونها می گفتند. لذا حضرت صالح میگه از این مشرکین، از این متجاوزین پیروی نکنید، از من پیروی کنید. کدوم مسرفین؟ الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. وكانوا 9 رهط، نه یفسدون، همینه، در زمین فساد میکردند، اصلاح نمیکردند. ولا یصلحون تاکید یفسدون است، اصلاح نکردن همون فساد است. اما عناد قوم را ببین که تحمل نداره کسی ناصح و خیرخواهش باشه. چی میگن به صالح؟ قالوا انما انت من المسحرین، جز این نیست که تو از جادو زده هستی، جادو زده ها هستی، یعنی مجنون، دیوانه. کسی که برو جادو بشه دیگه اون تعادل خودش را از دست میده. ما انت الا بشر مثلنا، نیستی تو مگر بشری مثل ما هستی ای صالح. فأت بآیت ان کنت من الصادقین، آیه بیاور، نشانی و معجزه‌ای که ما میخوایم بیار اگر راست میگی. قال هذه ناقة لها شرب. خب اینجا اندماج است. آیه خواستن حضرت صالح علیه السلام آیه را از دل کوه بیرون کرد. شتری بود که همه با چشمان خودشون دیدند، اما مع الاسف بعد از اینکه شتر را دیدند هم ایمان نیاوردند. شتر بعداً تقسیم شد، آب چاه بین شتر و بین مواشی اونها. لذا اینها همه که شما قبلا خواندید در وسط گذاشته شد. قال هذه ناقة، صالح علیه السلام گفته این بیان معجزه هم هست، این شتر هست، لها شرب، برای اون نوبتی از آب است، ولکم شرب یوم معلوم،
برای شما نوبت روز مشخصی هست. هر کس وقتش مشخص، روزش مشخصه. لذا مبادا به این شتر سوی قصد کنید، دست بزنید. ولا تمسوها بسو، به بدی دست نزنید و قصد هم نکنید. فیأخذکم عذاب یوم عظیم، این نتیجه توهین شعائر الله هست. این شتر از شعائر الهی هست. اگر دست زدید شما را عذاب روز بسیار بزرگ در بر میگیرد. اما الله میگه اونها توهین کردند. فعقروها، از پای در آوردند او را، کشتند. فاصبحوا نادمین، پشیمان شدند. کی پشیمان شدند؟ مگه بعد از اینکه شتر را کشتند پشیمان شدند توبه کردند؟ نه، بعد از نزول عذاب پشیمان شدند. وقتی که گرفت الهی آمد پشیمان شدند. زمانی پشیمان شدند که دیگه پشیمانی سودی نداشت. الله می فرماید فاخذهم العذاب، عذاب آنان را گرفت. ان فی ذلک لآیه وما کان اکثرهم مؤمنین، همان در این عذاب آیه و درس بود، اما اونها ایمان نداشتند. و ان ربک لهو العزیز الرحیم. کذبت قوم لوط المرسلین. دلیل ششم هست از سیدنا حضرت لوط علیه السلام که برای قوم لوط هم مبعوث شد. کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط که باشندگان شهر صدوم و اطراف صدوم بودند. حضرت لوط را الله فرستاد. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، برادرشان لوط به آنان گفت آیا شما نمی ترسید از عبادت غیر الله، از شرک، از شریک گرفتن با خدا؟ انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. که این آیات چند بار تکرار شدند. حال از اونها میپرسد اتأتون الذکران من العالمین، آیا از این عالمین پیش مردان شما میایید؟ منظور چیه؟ اینه که آیا شما هم جنس بازید؟ به تعبیر امروزی ها هم جنس گرایید، تمایل به جنس. و تذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، ترک میکنید، میگذارید آنچه که رب برای شما از همسران خودتان پیدا کرده، خلق کرده. چرا به طرف همسر، یعنی جنس مخالف نمیری؟ بل انتم قوم عادون، در واقع بلکه شما قوم متجاوزید با این کاری که شما میکنید. اما اناد قوم دلیل نداره، تنگ آمد به جنگ آمد. قالوا لئن لم تنتهی یا لوط لتکونن من المخرجین، ای لوط اگر باز نیایی تو از مخرجین میشه، اخراج شدگان. ما اخراجت میکنیم، تبعیدت میکنیم از این شهر. قال انی لعملکم من القالین، اعلام تنفر میکنم من نسبت به عمل شما ای قوم. من القالین یعنی متنفرم، بیزارم، اعلام براءت میکنم. رب نجینی و اهلی مما یعملون، پار الها مرا و اهل و عیالم را، اهل بیتم را از آن کاری که اینها میکنن نجات بده. الله میفرماید فنجیناه و اهله اجمعین الا عجوزا فی الغابرین، ما او را و اهلش همگی را نجات دادیم مگر پیرزنی، منظور زوجه لوط هست، در مانده شدگان، باقی ماندگان ماند که این مسلمان نبود، ایمان نداشت. ثم دمرنا الاخرین، سپس نابود کردیم، تباه کردیم بقیه را. و نه تنها که روستاهایشون را الله سرنگون کرد، بلکه و امطرنا علیهم مطرا، این کیفیت تدمیر است. دمرنا الاخرین، ما بر آنان سنگ باراندیم، سنگ بارانشان کردیم. فساء مطر المنذرین، این ترسانده شدگان منذرین مطرشان بسیار بد بود، یعنی باران خوبی برایشون نبود. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین
وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. این دلیل نقلی هفتم است. اصحاب ایکه تکذیب کرد مرسلین را. اذ قال لهم شعیب الا تتقون. زمانی که شعیب برای آنان گفت که چرا از خدا نمی ترسید، از عبادت غیر الله چرا دست نمی کشید. ببینید شما ملاحظه فرمودید برای بقیه انبیاء از قال لهم اخوهم گفت، اینجا اخوهم نگفت. اینجا چی گفت؟ اذ قال لهم شعیب. بعضی از مفسرین اینو گفتن چون شعیب از این قوم نبود، شعیب از اینها نبود، چون که شعیب اصل اهل مدین بود. اینا کی هستن؟ اینا اصحاب ایکه هستن. و الی مدین اخاهم شعیبا. شما خواندید نه؟ اونجا اخاهم آمده، اینجا نیست. بنابراین بعضی میگن اصحاب ایکه غیر از اصحاب مدین هستند. اما من دیروزم خدمت شما مطلبی عرض کردم که بعضی معتقدند که اصحاب مدین و اصحاب ایکه یکی هستند. مدین اصل نام جدشون هست که از نوادگان حضرت ابراهیم علیه السلام است، غیر از طریق اسحاق و اسماعیل. و بعدا نام شهر هم گذاشته شد چون که اولاد و نسلش اونجا زندگی میکردند. همین شهر ایکه هم بود، یعنی چنان جنگل بود، چنان درخت زیاد بود، چنان سرسبز بود که مثل جنگل انبوه میماند. ایکه به همین خاطر بهش میگن. نام دو جا نیست. اما امام نصفی نوشته ولم یقل اخوهم شعیب لانه لم یکن من نسبهم، چون که این از نسب اونها نبود، بل کان من نسب اهل مدین، از نسب اهل مدین بود. ففي الحديث ان شعيبا اخا مدين ارسل الیهم و الى اصحاب الایکه. در حدیث اینطور آمده که حضرت شعیب به سوی اصحاب مدین فرستاده شد، برادری اونها بود از نظر قومی، و همچنین به سوی اصحاب ایکه فرستاده شد. در حدیث اینجور داریم. بله. شعیب چی گفت؟ انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اوفوا الکیل. کیل را کامل کنید. ببینید اونهایی که میگوین اصحاب ایکه و اصحاب مدین یک قوم هست، اونها هم دلایلشون قوی هست. درباره الی مدین اخاهم شعیبه که شما خواندید اونجا هست یا قوم اوفوا الکیل، اینجا هم اوفوا الکیل، هر دو مریضیشون یکی، پس معلوم میشه همین یک قوم هست. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. کیل را کامل کنید، از مخسرین نباشید. مخسرین یا خساره کنندگان، یا مخسرین اونهایی که کیل را کم میکنند و میدهند به مردم. وزنوا بالقسطاس المستقیم. وزن کنید با ترازوی مستقیم و برابر. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. کم نکنید در اشیاء مردم و در زمین فساد کننده نگردید، فساد نکنید. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولین. شما بترسید از اون ذاتی که شما را آفرید و همچنین مخلوقات گذشته را، پیشینیان را هم او آفرید. اما وقتی که شعیب علیه السلام حرفای میزد که به مذاق اونها نمیخورد، اونها چی گفتند؟ قالوا انما انت من المسحرین. جز این نیست که تو هم جادو زده هستی، یعنی بیوانه ای. و ما انت الا بشر مثلنا.
نیستی ای شعیب مگر بشری هستی مثل ما و این ظنک لمن الکاذبین همانا ما تو را می پنداریم از دروغگویان هستی اگر راست میگی فاسقط علینا کسفا من السماء تکی از آسمان بر ما بینداز این کنت من الصادقین اگر تو راست میگی قال ربی اعلم بما تعملون حضرت شعیب گفت رب من بهتر میداند آنچه که شما عمل میکنید شما را چه جزایی بده او بهتر میداند فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الظله شعیب را تکذیب کردند عذاب یوم الظله اونها را گرفت عذاب یوم الظله چی هست میگویند که ظله ابر را میگویند ابری بود که یک روزی آمد ابر سیاهی بود اصلش این بود که خدای عزوجل گرمای عجیبی بر اینها آورد چنان گرم شد که همه جا گرم بود هیچ جا سایه‌ای نداشتن نمیدیدن تا پناه ببرن تا اینکه این ابر آمد ابر سیاه و انبوهی بود اینها گفتن که در سایه ابر بریم قرار بگیریم همه رفتن اونجا تا که عذاب آمد ببینید تفسیر مدارک نوشته هی صحابة اظلتهم بعد ما حبست عنهم الریح این ظله ابری بود که آنها را سایه انداخت بعد از اینکه باد از اونها گرفته شده بود هیچ باد نمی وزید و عذبوا بالحر 7 ایام تا 7 روز اینها در گرمی سوختند با گرمی عذاب داده شدند وقتی این ابر آمد فاجتمعوا تحتها مستجیرین همه زیر اون ابر آمدند و پناه می گرفتند از گرمی مما ناله من الحر پناه می گرفتند از گرمی که باشون بود فامطرت علیهم نارا فاحترقوا از درون ابر آتش بارید همه اینها در همون میدان زیر ابر سوختند و جان دادند الله می فرماید انه کان عذاب یوم عظیم همانا عذاب روزی بسیار بزرگ بود ان فی ذلک لآیه وما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم و انه لتنزیل رب العالمین ببینید از 7 پیغمبر دلیل نقلی خواندیم این 7 پیغمبر توحید خدا را پیام خدا را به قومشان رساندند حال نوبت خود رسول الله صلی الله علیه و سلم و قرآن هست که شما را ای پیغمبر برای این قوم فرستادیم برای قریش با این کتاب عظیم الشأن و انه لتنزیل رب العالمین همانا این قرآن فرستاده رب عالمیان است نزل به الروح الامین روح امین این را فرود آورد علی قلبک بر قلب پاک تو ای محمد لتکون من المنذرین تاکه باشی از ترسانندگان بترسانی بلسان عربی مبین این قرآن را ما به زبان عربی آشکار فرستادیم و انه لفی زبر الاولین مطالبی که در این قرآن هست در زبر پیشینیان است یعنی در تعلیمات انبیاء گذشته هست مطالب و مفاهیم قرآن منظور است یا ذکر قرآن منظور است یاد قرآن بله اولم یکن لهم آیة ان یعلمه علماء بنی اسرائیل الله می فرماید آیا همین نشانی و همین آیه کافی نیست که علماء بنی اسرائیل می دانند یعنی اونها می دانند این کتاب حق است ولو نزلناه علی عناد کفار اونا می گفتن چرا به زبان عربی هست چرا به زبان عجمی نیست اینجا خدای عزوجل از ضد و عناد اونها بیان میکنه که چقدر اینها بر عنادن اونها انتظار دارن قرآن هم عجمی باشد ولو نزلناه على بعض الاعجمین
فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنین. اگر ما بر بعضی اعجمی ها نازل می کردیم این قرآن را و می خواند پیغمبر بر آنان، ما كانوا به مؤمنین، اینها ایمان نمی آوردند. ببین مطلب چیه؟ مطلب اینه که اولا هدف آیه بیان ضد و عناد مشرکان است که هر چی بود الان اینا بهانه میکنن چرا چنین است، اگر غیر از این می بود هم اینها ایمان نمی آوردن. المراد بیان فرط عنادهم و شدت شکیمتهم فی المکابره. روح المانی هدف از این آیه شدت عناد اونهاست، عناد زیاد اونها هست و اینکه خیلی اینها در تکبر و غرور واقعا دست بالایی دارد. ولو نزلناه على بعض الاعجمین میفرماید معنیش اینه که ولو نزلناه على بعض الاعاجم الذي لا يحسن العربیه، اگر ما قرآن را به بعضی از افراد عجمی که عربی بلد نبودند و عربی بلد نیستند میفرستادیم، فضلا ان يقدر على نظم مثله فقرأوا عليهم هكذا لكفروا به، نه اینکه چه برسد اونها مثل این قرآن بیاورند اون بماند، بلکه اگر میفرستادیم که خودشون عمل کنند هم اونها کفر میکردند کما کفروا، چنانچه قریشی ها کفر کردند. و لتمحلوا لجهودهم عذرا و سموه سحرا، اونها برای انکار خودشان عذری داشتند، عذر پیش میکردند که این به زبان عجمی هست، به زبان غیر ما هست و این قرآن را جادو میگفتند. یعنی شما میگید که چرا به زبان عجمی نازل نشده؟ خب الان برای شما به زبان خودتون است، اما اگر بر عجم نازل میشد، بر عجم به همین زبان عربی، خب غیر زبان اونها بود، اونها هم انکار میکردن. یا اینکه معنی این است که اگر شما عجم بودید و بر شما نازل میشد بازم شما کفر میکردید. الان میگه چرا به زبان خود ما هست. یا معنی ثانی، معنی دوم که ابو سعود نوشته، اگر این قرآن را ما به زبان عجمی بر غیر عرب ها نازل می کردیم و اون وقت اونها ایمان نمی آوردند چون نمی فهمیدند، اما این معنی را حضرت ابو سعود خودش رد کرده، گفته ولیس ذالک، این معنی درست نیست، فانه بمعزل مناسبت، این با مقام هیچ مناسبتی ندارد، با مقام همون معنی اول مناسبت دارد. اون معنی اول این بود که اینها می گفتن چرا قرآن به زبان عجمی نیست. خب اگر به عجمی باشد شما عرب غیر شما ایمان نمی آوردید، همونطور که الان کسی که نمی فهمد ایمان نمی آورد. بله، فقرأوا علیهم، می خواندون پیغمبر بر آنان، ما کانوا به مؤمنین، ایمان نمی آوردن. کذالک سلکناه، این تخویف دنیوی است، این چنین ما داخل کردیم در قلوب مجرمین. چرا داخل کردیم؟ ای ادخلنا الشرک و تکذیب. تفسیر معالم و خازن نوشتن که شرک و تکذیب را ما داخل کردیم در قلوب مجرمین. لا یؤمنون به حتی یروا العذاب الالم، آنها ایمان نمی آورند. کی ایمان می آورند؟ تا که عذاب دردناک را ببینند. اون وقت ایمان می آورند که دردی نمی خورد. فیأتیهم بغتة و هم لا یشعرون، عذاب ناگهان می آید که اینها نمی فهمند. فیقولوا هل نحن منظرون، وقتی که عذاب بیاید میگه آیا به ما مهلت داده میشه؟ استفهام طلبی هست، یعنی مهلت میخوایم خدایا. اف بعذابنا یستعجلون، الله میفرماید آیا به عذاب ما اینها عجله دارند که چرا عذاب نمیاد؟ افرأیت، خبر بده، ان متعناهم سنین، اگر چند سال ما اینها را بهره بدیم در دنیا، تمتع و استفاده کردن از دنیا بدیم، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، سپس عذابی که وعده داده شدند اون عذاب بیاید،
ما اغنى عنهم ما كانوا یمتعون. باز هم بهره این چند سال زندگی چند سال استفاده کردن چند سال در دنیا هیچ دردی از اونها را دوا نمی کند، عذاب را دفع و دور نمی کند. و ما اهلکنا من قریة الا لها منذرون. ما هیچ قریه ای را هلاک نکردیم مگر برایش پیامبر فرستادیم، منذر فرستادیم، ترساننده فرستادیم. ذکر به منظور تذکر، پند دادن، که اونها را تذکر دادن، از عذاب خدا بیم دادن. و ما كنا ظالمین، ما ظالم نبودیم، ظلم نکردیم، یعنی اتمام حجت کردیم. خودشان بر خود ظلم کردن، زمینه عذاب را فراهم کردن. و ما تنزلت به الشیاطین و ما ینبغی لهم و ما یستطیعون. مشرکین مکه اتهامهای گوناگونی به رسول الله صلی الله علیه وسلم می زدند. گاهی العیاذ بالله ساحر، گاهی شاعر، گاهی مجنون، هر چی می گفتند. اینجا الله تعالی به همه یاوه‌گویی های اونها پاسخ میده. یکی از حرفهایی که اونها می گفتند، می گفته ان لمحمد تابعا من الجن. محمد بعضی از جنات را داره که تابعش هستند. یخبره کما تخبر الکهنه. اون جنی میاد به پیغمبر خبر میده همون طوری که کاهنها را جنات خبر میدن، یعنی کاهن است العیاذ بالله. و ان القرآن مما القاه الیه علیه الصلاة والسلام. قرآن از اون مواردی است که همون جن برای او انداخته، روح المانی. الان از اینجا الله تعالی به همه این اتهامات پاسخ میده. اینکه اونا میگفتن جن میگه، اینکه میگفتن کاهن است. و ما تنزلت به الشیاطین، این قرآن را شیاطین نازل نکردند. و ما ینبغی لهم، برای آنان سزاوار نیست، اونا شیطانند. و ما یستطیعون، نمیتوانند این کار را بکنند، قرآن بیاورند. انهم عن السمع لمعزولون، همانا اینها از سمع و از شنیدن قرآن فاصله دارند، یعنی معزولند، خارج شدند، فاصله دارند. فلا تدعو مع الله، پس نتیجه این است که غیر از خدا کسی دیگر را نخوان، چون دعوت قرآن همین است. اگر این کار را کردی فتکون من المعذبین، از عذاب دهنده شدگان می باشی. و انذر عشیرتک الاقربین، عشیره و قبیله اقربینت را بترسان، فامیل نزدیکت را بترسان. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین، بازوهایت را پایین بگیر، یعنی تواضع کن در مقابل اون مؤمنینی که از شما تبعیت میکنند. اما اگر مشرکین نافرمانی کردند، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، اگر نافرمانی کردن بگو من بری هستم از اعمال شما. و توکل علی العزیز الرحیم، تسلی هست برای پیغمبر. ای حبیب توکل کن بر اون ذاتی که غالب و مهربان است. الذی یراک حین تقوم، خدایی که میبیند تو را زمانی که قیام میکنی. و تقلبک فی الساجدین، و میگردی در سجده کنندگان. انه هو السمیع العلیم، بدون شک الله شنوا و دانا هست. ببینید این آیه را بعضی از مفسران مثل سیوطی رحمه الله طوری دیگه تفسیر کرده. بعضی ها میگویند که در نسب پیغمبر، در آبا و اجداد پیغمبر اصلا شرک نبوده. میخواند رد کنند و نفی کنند شرک را از آبا و اجداد پیغمبر. این به عنوان یک فضیلت برای پیغمبر. مثلا میگویند که پدر پیغمبر دوباره زنده شده و ایمان آورده، جد پیغمبر بر جدش بالاتر، هرچی بریم هیچ یکی مشرک نبودند. پیغمبر در نسلی که از اون نسل هست هیچ شرک نداشت.
و شرک وجود نداشت. خب اینها وقتی که بهشون گفته میشه که چطور جد پیغمبر حضرت ابراهیم از پدر ابراهیم که قرآن خودش میگه مشرک بود و با شرک مرد، به ابراهیم هم گفت دعا نکن، اونجا توجیه میکنن نه اون پدر نبود اون عمو بود، مجازا بهش پدر گفته شده. خب اینا دلیلشون همین آیه هست که از این آیه میخواه استنباط بکنه ولی بسیار ضعیفه. چطور؟ میگه که تقلب، منظور از تقلب پشت در پشت است. الله میفرماید که شما را میبیند انه یراک حین تقوم، وقتی که بلند میشه به سوی نماز، و تقلبک فی الساجدین. ساجدین یعنی آبا و اجدادت که سجده میکردند، همه عابد بودند، همه موحد بودند. الله تعالی میبیند که در میان اون پشت در پشت ساجدین تو هم داری متقلب میشی، یعنی نماز میخونی، عبادت میکنی. به این معنی هست. این سیوطی استدلال کرده، روافض هم به همین اعتقاد دارند. علامه آلوسی میگه انی لا اقول بحجیت للآیت علی هذا المطلب، من نمیگم این آیه بر این مطلب دلالت میکند، حجت هست، چون که واقعا این قوی نیست، از آیه ثابت نیست. پس مفهوم صحیح آیه چی هست؟ تفسیر صحیح آیه این است که خدا شما را میبیند وقتی که قیام میکنی به سوی نماز و گشت میزنی، دور میزنی در میان یارانت که سجده کننده هستند در مسجد النبی. منظور الله عزوجل از صحنه قیام اللیل رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحاب و یاران تعریف میکند که اون ساعت که همه یاران تو ساجدین هستن و تو هم در میان اونها گشت میزنید میگردی، الله تعالی تو را میبیند. پس تفسیر مدارک همین نوشته هو ما ذکر ما کان یفعله فی جوف اللیل. این آن چیزی هست که ذکر شده که رسول الله در نصف شب انجام میداد، من قیامه للتهجد، برای تهجد قیام میکردند، و تقلبه فی تصفح احوال المتهجدین، و پیغمبر میگشت و بررسی میکرد احوال صحابه که تهجد میخواندند، من اصحابه لیطلع علیهم، از اصحابش تا از اونها سرکشی بکند، مطلع بشه، من حیث لا یشعرون، در حالی که اونها نمیدانستند. ولیعلم کیف یعبدون الله و یعملون لآخرتهم، تا که بداند پیغمبر که اصحاب چگونه خدا را عبادت میکنند، چگونه برای آخرت آمادگی میکنند. این خدا اینجا در آیه گفته. الله گشت زنی تو را در میان اصحاب سجده کننده میبیند. انه هو السمیع العلیم، بدون شک اون ذات شنوا و داناست. الان جواب شبهات گذشته. اونها میگفتن که جنی دارد که به این تعلیم میده. الله میفرماید جن و شیطان بر پیغمبر نمیاد، بر انسانهای دروغگو مسلط میشود. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، آیا خبر بدهم که شیاطین و جنات بر چه کسی نزول میکنند؟ تنزل علی کل افاک اثیم، نزول میکنند بر هر انسان دروغگوی گناهکار. یلقون السمع و اکثرهم کاذبون، اونهایی که گوش میکنند و گوش را القا میکنند اما اکثرشان دروغگو هستند، یعنی مطالبشون مطالب دروغی هست. و این که میگفتن شاعر است، شاعرم نیست. و شعراء یتبعهم الغاوون، شعراء غوایت گمراهی پیروی میکند آنان را. و این پیغمبر همه مطالبش مطالب هدایتند. افرادی که پشت سر هستند
همه مهدیینند، هدایت یافته هستند. الم تر انهم فی کل وادی یهیمون، آیا نمی بینی که شاعرها در هر وادی سرگردانند و میگویند آن چیزی که لا یفعلون انجام نمیدهند. یکی از اشکالات شعر همینه که قرآن گفته که انهم یقولون ما لا یفعلون، منظور خلاف میگویند، مبالغه میکنند. هر چی شاعر میگوید نمیکنه اونطور، میگه من چنین و چنان فدایت باشم، ببینم تو را چنین میکنم، نمیکنه، دروغ میگه، افراط و مبالغه هست. اکثرا تو شعرها نگاه کنید مبالغه هست. به همین خاطر شعر زیاد پسندیده نیست که مبالغه توش هست. من ببینم دورت میچرخم، خودم را فدا میکنم، خونم را میریزم، فلان، اینا همه بلوف است. لذا و انهم یقولون ما لا یفعلون، میگویند چیزی که در واقع انجام نمیدند. الا الذين آمنوا، اما اهل ایمان اینطور نیست، این استثناء منقطع است، مگر کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن و ذکروا الله کثیرا، الله را به کثرت یاد کردند، و انتصروا من بعد ما ظلموا، بعد از اینکه مظلوم واقع شدند هم انتقام خودشون را از ظالمان گرفتند. اینها نه شاعرند، نه کاهنند، نه جادوگرند، بلکه مؤمنند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، تخویف اخروی است. الله میفرماید ظالمان میدانند، ان قریب میدانند که به کدام منقلب میافتند. منقلب جایی که انسان اونجا قرار بگیرد، بیفته و بدن انسان تماس با زمین داشته باشه، یعنی به کدام سمت و سو، کدام بخش از زمین یا کدام بخش از بدنشون اینها روی زمین میافتند، یعنی میمیرند، اون زمان به کیفر اعمالشان میرسند. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل